اون عشق مرا بسیارتر با انتظاری، با غمها، با فکر کردن، با غصه خوردن، با رنج بردن می برد. اما این عشقی که حاضر دارم الان در قلب من شعله می زند، این عشق مرا به بیکرانه ها می برد، به مزار می برد، به پنجشیر می برد، به پاریس می برد، به تهران مخوف می برد، به لندن می برد. این عشق خیلی بزرگ است. این نمیتونه که به ما اجازه بده ما باز همون پرنده زخمی که مردمی تاجیک عادت کرده بودن در جاده ها ببینن، در خیابان ها با رنگ زرد، آشفته، پریشان، اینا دیگه نمیبینن، چون که یک عشق خیلی انقلاب میکند. این عشق من نمیدونم یا به تمامی آرزوها میرساند و یا به وادی مرگ میکشد. عطر او از پاریس است یا از بهشت، من ندیدم اندرو رفتار زشت. در تنش یک کرته بود برفی سفید، نقش لبهای مرا شاید ندید. بین ما امشب دیگر دیوار نیست، شانس خوب همسایه هم بیدار نیست. هر قدر خواهد از این جام شراب، میره بود او بوسه به قرض و حساب. این حریم خواب پرزائینه هاست، شمع ها هر جا چو برق سینه هاست. امشب از من می برد جانی مرا، هر چیخ می خواهد نه ایمانی مرا. تا سحر بیدار مانم گوش و هوش، قصه ها از بچه و از جنگ و جوش. نیست آن زن سالها در بسترش، نیست دیگر سنگ دل دردی سرش. راستی من هر قدر بگریختم، عاقبت یک جا شدم آمیختم. سالها دیوانه بودم وای من، مردی خوبی بود پیش پای زن. من دیگر با آرزو و خورده ام، من برایش تا سحرگه مرده ام. در اویله ما دموکراتیا بود و دموکراتیا هست و همینجا من گفتم که وقتی مادرم برایم بولیشت گلدوزی میکرد، من در بالای بام کتاب میخوندم. شاخه های درختان مرا از آفتاب سوزان و از چشم بیگانگان پنهان می‌داشت. بیچاره مادرم در تنهایی غوره ریحان میکشت. ما خواهران هر یک درختان خود را داشتیم. سیب ها را تقسیم کردیم، آلوچه ها را نیز، شفتالو و زردالو ها را هم. توت‌ها بسیار بودند، یک ارتش بزرگ ملی. هاته ما را از همسایگان مرزبانی میکردند. یک بهار پر از ناز و عشق که من شاید 16 ساله بودم، پدرم برای هر یک درخت یاسمن آورد. هاته ما عطر بهشت دارد تا هنوز. بهار و تابستان و تیر ماه، شمال با قهر صفحه های کتابم را میکند و میبرد. گاهی عاشقانه و ناگاهانه باران میزد، کتاب های پریشانم تر میشدند. مادرم با سرزنش آنان را جمع میکرد. از پس دروازه صدای پدرم می آمد: ادیبه، کتابی نوت آوردم، داستانی بس زیباست، مارتین ایدن. تمامی کتاب های نو ادبیات غرب، با ویژه ادبیات غرب، ادبیات روس رو پدرم برای من آورده است، هم به ترجمه به زبان تاجیکی، هم به زبان روسی. دخترهای ما به درجه بی‌جرأتند که وقتی که در خانه پدر عروس، مثلا خانه شوهر، داماد، خانه داماد، روزی آنها نمیگذره، دست به جان خود میزنن. یعنی آنها کشتن رو بالاتر از جدایی خیلی درست نیست. شما در زندگی یک بار به دنیا می آید، خودکشی حرام است. من در این کتابم شعر برای خودکشی دارم. ممکن نیست خودکشی کردن به خاطر هیچ مرد. تنها مردی که تابوت شما را میبرداره پسر شما هست، پدر شما هست، برادر شما هست. شما به همین مردا باور داره که چند زن میگیرن همه را بدبخت میکنن؟ متاسفم برای شما. ممکن نیست به این مردا باور کردن. ممکن نیست. چقدر که با احساس شما بازی میکنن، شما با احساسشون بازی کنید. روح اختانه بزرگتر از اینها حساب کنید. شما با جان اختان قسم میکنید. اول اینکه دنیا آخرت شما میسوزد. مادر و پدر شما همه در غم تر میشن، برادر شما، زندگی شما تمام میشود. اون نفری که شما به خاطر او اختانه میکشه، اون میرود 10 زن دیگر میگیرد، خوشبخت میشه و با افتخار میگه یک زن گرفتم خودش برای ما کشت. هیچ وقت هیچگاه خودکشی را در ذهن خود جای ندهید لطفاً. اگر این از همه را میبینید، میشنوید، دست از خودکشی بردارید. اگر اجازه بدید من شعر خودکشی، اینا کتاب کشیدم خود شما شعر خودکشی. مرگ را با زور دعوت میکنی، زندگی را مونده هجرت میکنی. دست بر جانت مزن، اندیشه کن، جرم خود را بار قسمت میکنی. خودکشی بگذار یک سو زنده باش،
تو برخم دشمنان پاینده باش. نیست دنیا مثل افکاری تو تنگ، در قبال موجها سازنده باش. بعد مرگت دادرت سرخم شود، شانه ها پربار کوه غم شود. منزلی که تو در آن گشتی بزرگ، از صدای خنده هایت کم شود. در غم خود مادرت را تر مکن، خواهرت بس انتظار در مکن. زندگی تلخ است اگر شیرین شود، حرف شیطان را دیگر باور مکن. ما فکر می‌کنم یگان کسب زنانه و مردانه ندارد. چرا وقتی که در افغانستان نیلوفر اینقدر خلبان زیباترین، مثلا در یک کشور جنگ زده، در یک کشوری که قدر آزادی های زن زیر پا هست، با آسمان پرواز کند. و ما همیشه میگفتم که زنهای افغان از ما جسورتر و شجاعتر هستند و در ما باشد روزنامه‌نگاری کسب زن و مرد خیلی نیست. من واقعا بله راست میگه در فیسبوک فعال هستم، چون که تمام زندگی من فیسبوکی است. این اکادمی مرا به خط فارسی که از سالهای مکتب خانه ما رو آورده بودیم، من اصلا همین اکادمی فیسبوک بیشتر نزدیک کرد. من از خط فارسی در همینجا در زندگی من گسترش پیدا کرد. تمام چیزهایی که فایده‌ناک است، تمام اون اطلاعاتی که برای من ضرور است، دانش و تمام تکنیکای شعر، بسیار چیزها را من به خط فارسی به زبان‌های گوناگون از فیسبوک میگیرم. نه خسته نشید. من همین زندگی ریالی که شما داره برای من خنده‌آور میتونه که همیشه درباره چگونه لباس پوشیدن، چگونه رفتار کرد، این زندگی برای من، زندگی کتابی همیشه برای من بالا میسته. من از او یک سوال داشتم که من کودک بودم، 9 سال داشتم وقتی که تولد شد 30 می و من گفتم که نه، مادرم باز دختر تولد کرد به خانه نیاید. خیلی پشیمون. یعنی این سوال عذر است؟ آیا فقط میگه که من بخشیدم اون وقت کودک بودی، آیا من رو بخشیده است یا نه؟ که باید بدونه که من سخت دوستش میدارم. و چند روز پیش، روزی گذشته در فیسبوک عکسای ما را گذاشت از اون در کوچه های پاریسی. من از جشن ما نوشت که خواهرم دیروز دوستت داشتم، امروز دوستت میدارم و فردا دوستت خواهم داشت. من هم همین حرفا را برات میگم، خیلی دوستت میدارم. من ادیب عزیز، شاعر، ژورنالیست، خادم علمی، مؤلفی در کوچه های پاریس کتاب هفتم. 41 سال دارم و مهمانی برنامه پرس کلوبی رادیوی وطن در فضای وطن. میتوانید این برنامه را روزهای شنبه یک شنبه پیگیری نمایید. با امید دیدار. یک عکس گیرم باشو. سلام علیکم.